بچه پولدار و بچه خوشگله و نمیدونم اشغالی و اینا میگن سامان برد، هرچی بدبخت و بیچاره هستم میگن این برد. مجبور میشیم یه دور دیگه بریم، ولی اونو گارانتی نمیکنم که من هستم یا نه. سلام، هی برابکس، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. فردینم و اومدم با یه ویدیو جذاب و دیدنی دیگم امروز مهمونتون باشم. صحبت‌های جدید و جنجالی سامان ویلسون در مورد فیت با رضا پیشرو. سامان ویلسون گفت هر کس اعلام آمادگی کنه حاضرم باهاش فیت بدم. باید این قضیه روشن باشه که ال سامان کیه. امروز اومدیم که کامل به این موضوعات بپردازیم. ولی خب قبل از اینکه بریم ویدیو رو کامل با هم دیگه ببینیم، ویدیومون رو اگه دوست داشتید لایک کنید که بیشتر دیده بشیم، زنگوله رو روی آل بذارید که از ویدیو منم با خبر باشی و از چنل رو سابسکرایب کنید که ازمون حمایت بشه. بریم سراغ ویدیو. سامان ویلسون که چند روز پیش توی چند تا وایس روی رضا پیشرو عرفان پایدار گرفته بود و یه دیس و دیسبک هایی بهشون داده بود، جدیدن یه صحبتایی کرده و گفته که من حاضرم با رضا پیشرو فیت بدم و من حاضرم که تمام خرج و مخارج هزینه فیت رو پرداخت کنم و اینکه اگه رضا پیشرو آماده باشه من باهاش حتما فیت میدم و باید قضیه ال سامان خودتی معلوم بشه که این سامان با چه کسی بوده و حتما اگه من باهاش فیت بدم 3-0 جلو میافتم و خیلی هم میگن که تو از رضا بهتر بودی. و بریم صحبت کاملشو با هم دیگه ببینیم و برگردیم. میگم بیا حالا با این بخون و فلان و چیکار کن. اولا که اونو اعلام آمادگی نکردم، من پایم پولم من میذارم کلا که این داستان بهتره که مثلا چیزی پخش نشد تا حالا. خیلی هم جالبه به جای که دیسکون هم دیگه بیاریم توی آهنگ دشمنی نداریم الان دیگه تو این دور زمانه گذشته. دوم اینکه مثلا 100 تا کلمه رو تو مثلا 3 ثانیه بگی برای من جالب نیست. یعنی یه جور دیگه برخورد میشه باهات کلا. یه مثلا پایه باشه این داستان برگزار شد، من اونجوری نیستم که مثلا بچپونم تو هم کلمه ها رو که مثلا هیچ نفهمه چی میگم. من دوست دارم ورسایی که میخونم که تا الان خوندم تقریبا هم متوجه من چی خوندم، ولی من خودم به عنوان رپر واقعا متوجه نیستم نصف ورسایی که خوندی چی داری بگی. نصفش رو میدونم، یه سرش یه جوری نمیفهمم دقیقا چی شد اصلا، اما تنده. من یه مسابقه کلمه اساسا بشه اصلا میخوام یه چیزی مردم حال کنه. نه حالا هر کی خواست بیا به این پوش کنه، بیا بگیم بریم، من اوکی ام. ایزی ورک، یعنی هیز ایزی ورک. ولی اگه خواستین بگین که چمون جورش کنین و اینو بکشونش تو دانس که بریم توی آهنگ، نه دیست نه هیچی، بیا موضوع خاصی طرفدار انتخاب کنم، منم هستم. اینم اگه بود مایش رو جور کنین بریم ببینیم که چندیم کلا دیگه. من فکر میکنم من میبرم، ولی از نظر شرطبندی من فکر میکنم که لاین من مثبته. یعنی اکثر کامیونیتی رپ فارس فکر میکنن که اون میبره، یه چیزی حدود این که مثلا 2/3 فکر میکنن که اون قوی تره و اینا. اوکی بوفی میبینیم حالا، ولی I think I'll smash him. یعنی من فکر میکنم که تمامش کنم. easy work، راحت. پایش بودین برنامه را بندازین شلوغش کنیم، من هستم کلا که یک بار برای همیشه ببینیم چی میشه. من زمانی هم که با هیچ کس خوندم همه گفتن که خب هیچ کس ستون رپ فارسی و پدر رپ فارس و فلان چه معلومه سامان و ورس 2 بیاد و اون این زیر اون اما خب دیدیم چه اتفاق افتاد. فکر نکنم بحثی باشه که تو اون آهنگ کی قوی تر بود، فکر نکنم. بعد به امروز هم من فکر میکنم، یعنی یه زبار پنی میکنم میرم که آهنگای جدیدش گوش دادم، من یه قدیمش هم گوش دادم، نمیدونم حالا گوش داده مال من یا نه. فکر میکنم که کار آسونه واسه من، یعنی حتی تلاش هم نباید بکنم. خیلی هم مثلا همه میترسن که این اتفاق بیفته که یهو نکنه این له کنه یارو، چون من اگه له شم زیر دست پای یارو که خب ساتیسفکشن رپ فارسی دیگه، یعنی دیگه ثابت شد به گوه تو خوردی فلان چیونه، ولی از اون وری بشه یه کم ترسناکه برای کل رپ فارسی.
دیس و دیسبازی هم اصلا ما گذاشته دیگه که الان مثلا من میگم تو فلانی، تو بگی من فلانم، تو بگی من چی هم آخه اصلا. ولی من میگم بیا توی آهنگ بریم، مایش هم جور میکنم بیگ مانی، بیا دیگه با سوار شو بریم یه وان تایم موو بزنیم، یه حرکت باحال بزنیم، یه پولی بگیریم و تموم شده. این داستان هم برای همه طرفدار ثابت شه که مثلا تو که این همه اسم ما رو آوردی بهتری از من یا نه، کلا اینو یه فشنگ بزنیم زیرش ببینیم کجا میره. که مثلا واقعا این حرفایی که میزدی که مثلا سامان خیلی تخمیه و سامان نمیدونم سامان، چون من اصلا تو رو تا حالا نیاوردم، اینو ببینم که چجوری سیسش. این سامان که میگی کیه اقلا تو یا آهنگ باش بخون ببین مثلا چجوری برنامه‌اش دیگه، احتمالا هم میبری به نظر من. بیا بابا بیا نترس. او در زن یه چیزی هم نظران دارم میگم، نه این که این آهنگای اونو قبلا گوش کرد، معلومه گوش کردم آهنگاشو، من اونجوری نیستم که مثلا معلومه، یعنی آتواری گرفتم برنامه رو نوشتم، اینجوری نباشه که مثلا یه وقتی اگه این موقعیت پیش اومد بگی که نه تو وقت داشتی رفتی این آهنگ رو که تو هم وقت داری، من زمان خاصی اعلام نکردم. من آهنگ قبل تو گوش دادم، اون جاهایی که سوتی و ضعیف بوده رو گرفتم و سوژه کردم. من آمادم کلا. Let's go. هر خاصی. چون خداییش هم هیچ چیز دیگه ای تو رپ فارس من الان مثلا انگیزه نمیده به جز اینکه مثلا یه همچین حرکت باحالی بشه، هم جفتمون یه پول باحالی در بیاریم. همینم که مثلا یه حالت برنامه میذاریم دبی دیگه، یعنی کنفرانس میذاریم پرس که مثلا بشیم صحبت کنیم که مثلا از اول چی بود و اینا با احترام. ولی I'm down، یعنی اگه خواستی من برنامه‌شو بچینم. ضمناً پیشنهاد من به عنوان یه آدمیه که دارم مثبت میام تو، یعنی مثلا تو برزیلی، من تو مایه‌های بلژیکم از نظر کامیونیتی رپ فارسی، ولی من میگم 3-0 میبرم. یعنی یه همچین حالتی، یعنی تو بیای تو انتظار همه اینه که تو من ببری، انتظارات اینطوری. در هر حالتی اگه این آدم آماده بود I'm here، من هستم. یه مقدار تحقیق و تجسس میخواد، یه مقدار داستان میخواد، نمیخوام دیس کنیم هم دیگه، مواظب باشه ایده دارید میاد یه It's a one and done. یعنی من اگه ببازم یا ببرم برگشت نمیگم نیست، ولی شاید من یکم تاخچه بالا بذارم، مطمئنم میبرم اولی no shot که این ببره، بعید میدونم، یعنی دیس نیست اصلا، هرچی باشه بعید میدونم اصلا تو لول من نیست. یه حالت دیگه است، اینه که حال میکنم هرچی بچه پولدار و بچه خوشگله و نمیدونم اشغالی و اینا میگن سامان برد، هرچی بدبخت و بیچاره هستم میگن این برد، مجبور میشیم یه دور دیگه بریم، ولی اونو گارانتی نمیکنم که من هستم یا نه. این الو سامان خودتی باید تکلیفش معلوم شه که این الو سامان، این سامان کیه که همی الو سامان خودتی؟ خب بذارین این پسر کیه سامانه؟ مگه اینقدر نمیپرسیم؟ خب بیا تکلیفش رو معلوم کنیم الان به همه طرفدار خودت و خودم ثابت کنیم که این سامان کیه که الو سامان خودتی، که معروف ترین جمله زندگیته. بیا بریم دیگه. اگر هم 1% این اتفاق افتاد، من اصلا چیزی که نمیخوام بشنوم اینه که سامان حالش خوب نبود، رضا حالش خوب نبود، اون روز بدی بود، این یه دفعه دیگه این کارو بکنه، از این چیزا نمیخوام بشنوم کلا. یعنی همون بود که بود دیگه، وقت هم هست، کنسرت نیست مثلا من که مثلا تو روسیه برم گم بزنم یا تو دبی بهتر کنم، یه حالتی بود که دیگه وقت هست، صحبت میتونی 3 بارم بری استودیو، هر دفعه هم میتونی 80 بار تیک بگیری. اوکی من اوکیم.